ان معی ربی سیهدین. با خدا باشید، خدای متعال کمک میکنه. شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید، پیدا نمی‌کنید. همه وجود ما سهم خداست، همش. انا لله، ما مال خداییم. هر کس خدا باگوست او پیروز است. اشداء علی الکفار باشید و رحماء بینکم. علما خانم بخند دیگه، بخند. نه خندید خوبه. بگید که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. من زیر بیرق ابوالفضل عباسم. من زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم. جهاد تمام شدنی نیست و بابا وطن امروز با هم یکی رو هم قرار نیست. از دین همیشه می شود دفاع کرد. اگر مقاومت کردید قله رو فتح خواهید کرد. کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. ای دنیای مادی، معادلاتت و محاسباتت اشتباه است. ما همون چیزی را داریم که در طول تاریخ بشریت گردونه معنویت را به پیش برده است. همون نیرویی در ما و در اختیار ما و ملت ما که انبیای خدا را بر امواج تواقیت زمان پیروز کرده است. عصای موسی در اختیار ما، ید بیضا در اختیار ما، آتش بر ما برق و سلام است. ملت ما خدا دارد، توکل دارد، صبر و استقامت دارد. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. همه این امتیازاتی که من گفتم ناشی از ایمانه. اگر ایمان نبود همه اینها خواهد رفت. من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. میمانم همینجا، می جنگم تا کشته بشم. از عزیزترین شیئی که برای یک انسان وجود داره، یعنی عمرش، جانش، گذاشتن برای خدا. کی از جان خودش میگذره؟ شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن. وقتی میرن معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه. برای این حقیر شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده. آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلام ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.